سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم یه سری آموزش در مورد سیم کارت بدم. میدونید که سیم کارتی که دستتونه و سالها دارین ازش استفاده میکنین، یه وام خوب میتونین ازش بگیرین. همه فکر میکنن که روی طلا و سند فقط میتونن وام بگیرن، ولی من بهت آموزش میدم که روی سیم کارت 912 میتونی به راحتی وام بگیری و استفاده کنی. برای آموزش اول از این شروع میکنیم که چه سیم کارت هایی مناسبن. سیم کارت 912 دائمی تهران تنها موردیه که میشه روش وام گرفت. کارت‌های 917، 916 یا هر کد شهرستانی روش وام گرفته نمیشه، یا حداقل اینکه تهران روش وام بهتون نمیده، یا ایرانسل یا رایتل یا هر سیم کارت دیگه‌ای که دائمی نیست و 912 نیست روش وام نمیشه گرفت. مورد بعدی ارزش سیم کارت که در موردش صحبت می‌کنیم. با توجه به کدی که دارن قیمت گذاری میشن، از کد 1 تا کد 9 و 3. کارت کد 1 با ارزش ترین و سیم کارت کد 0 کم ارزش ترینه و با توجه به قیمتش 95%ش بهش تسهیلات تعلق میگیره. مورد بعدی مدارک مورد نیازیه که احتیاج میشه براش صحبت میکنیم. کارت ملی جهت احراز هویت و سیم کارتی که قراره روش وام بگیرین و حتما هم باید میان دورتون تصفیه شده باشه. بعد از انتقال سند مبلغ مورد تسهیلات براتون واریز میشه. زمان اقساط دست خودتونه، بین 2 تا 6 یا 12 ماه. فالو کن و حتما از طریق لینکی که گذاشتم وارد صفحمون شو. تمام توضیحات رو براتون گذاشتم. موفق باشین. خدا نگهدار.